وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفر به استان در شورای فعالان اقتصادی حضور یافت. همچنین مرحله نخست شهرک تخصصی انرژی خورشیدی راین را افتتاح و عملیات اجرایی کارخانه 1 میلیون تنی سنگ آهن طغرالجرد را آغاز کرد. رهاورد دومین روز از سفر وزیر سمت به استان کرمان افتتاح و آغاز بکار چندین پروژه اقتصادی و صنعتی بود. همه افراد سرمایه‌گذاری که میخوان بالاخره اشتغال ایجاد کنن. با حضور علی آبادی، کارخانه کنسانتره آهن کوهبنان با ظرفیت 1 میلیون تن در سال آغاز بکار کرد. با راه اندازی این کارخانه قرار است برای 500 نفر فرصت شغلی ایجاد شود. این کارخانه که در بالادست زنجیره واقع میشه، خب کارخانه بسیار مهمی است. عدد سرمایه‌گذاری حدود 3 همت هست، فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم همین حدود هست. خب قابل توجه هست، منتها